دیوارها بحرانی‌اند. در شهرها بالا می روند و چهره‌ها و نام‌ها و نوشته‌ها را به خود می خوانند. قدرتمندان و ضعیفان را، شعارها و شعرها و سرودها را. دیوارها را می خوانیم و در میابیم که رویای مردمان شهر چیست؟ حاکمشان کیست؟ و آنها که به تغییر وضع موجود می‌اندیشند در واقع به چه می‌اندیشند؟ و ناراضیان چگونه از خفا به در می‌آیند و در تاریکی چیزی بر دیوار می‌نویسند که رو به آینده دارد و پشت به گذشته.